بشنویم نظر عبدالله شادان در مورد احمد ولی. در آغاز اجازه بدین سلام عرض کنم به شنونده های عزیزی برنامه، به احمد ولی جان در هر جایی که است و به بزرگانی که درباره این هنرمند بزرگ در این برنامه صحبت کردن و همچنان به تهیه کنندگان برنامه. البته گپ زدن درباره احمد ولی و جایگاهی از او در موسیقی معاصر افغانستان کار من نیست، کار هنرمندای بزرگ و استادای بزرگ موسیقی است. اما سائقه و انگیزی که مرا وادار می‌سازد چند کلمه‌ای درباره احمد ولی بگویم، دوستی تقریباً 40 سالی ما با این هنرمند بزرگ است. دوستی که با یک همکاری هنری سالهای بسیار پیش، شاید 38-39 سال پیش آغاز شد و اون زمانی بود که من یکی از آهنگ‌های احمد ولی جان شعری را دکلمه کردم. به هر حال شناختی که در طول این سالها از احمد ولی ما دارم در چند نکته میتونم خلاصه‌اش کنم. اولی که احمد ولی در فعالیت هنری خود سختگیر است و مرتاض است. در تمرین آهنگ‌های خود نستوح است و در انتخاب و ادای شعر و تصنیف آدم بسیار سختگیر است و وسواس دارد. برای حفظ صدای خود از همه چیزهای مضر پرهیز میکنه و اهمیت صدای ملکوتی خود، این ثروت و موهبت غیر قابل تعویض به خوبی درک میکنه. درباره هنرش هم گفتم من حرف نمیزنم، اما باری از یکی از هنرمندای بسیار بزرگ که دوست من هست و هم در رادیوی افغانستان شنیدم که او میگفت که ما آهنگهایی را که احمد ولی میخوانه با تمام زیباییش خوانده نمیتونم و دلیل از اینم این میارد که احمد ولی جان با طبله چون آشنایی داره میتونه دشوارترین خواندن ها رو بخونه. به هر صورت نکته دیگه که میخوایم در باره احمد ولی بگویم است که او در دوستی خود از آدمایی است که سرآمد روزگار هستند، از شمار عیارای روزگار است، از شمار یارهای روزای دشوار هست. نکته دیگه تواضع گردن فرازانی احمد ولی است. احمد ولی آدم بسیار فروتن است و این فروتنیش بسیار بزرگوارانه است. البته او میدانه موهبتی که خداوند به او داده، صدا و هنر از او چیز فراتر از تکبر و غرور و میتونه هر نوع تکبر و غرور را برده خود بسازه. البته یکی از خصلت‌های اخلاقی احمد ولی گاه مورد انتقاد دوستایش قرار میگیره و اون محجوبیتش است. احمد ولی کمتر مصاحبه میکنه، کمتر میل به تبلیغ خود داره، در رادیوها و تلویزیونها کمتر ظاهر میشه و شاید هم دلیلش است که میدونه که به این چیزها نیاز نداره. به هر حال در آخر میخوایم بگویم که وقتی ما فراموش ناشدنی ترین خاطرات زندگی خود به یاد میارم، بسیاری از این خاطرات به روزها و شبهای تعلق داره که با غزلخوانی احمد ولی جان و با صدای ملکوتی از او به سر رسیده. برای احمد ولی عزیز عمر دراز و صدای رسا و بی خلل میخواهیم. شنونده عزیز، در این قسمت برنامه خواستم نظر شادخت مریم دختر بابای ملت در مورد احمد ولی بپرسم که تا جایی خبر داشتم آنها هم با آواز احمد ولی علاقه دارن. مریم جان سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ما. سلام سیما جان، چطور هستین؟ زنده باشین، شما خوب هستین؟ معلوم میشه کم ریزش هم دارین با بله. مریم جانی برنامه را اختصاص دادیم برای احمد ولی غزلخوان معروف افغان. شما چی گفتنی دارین در مورد احمد ولی؟ میشنویم از شما. به نظر من احمد ولی جان یکی از هنرمندان ورزیده و موفق زمان ماست. بله. و شخصا خودم علاقه زیاد دارم به آوازش. بله بله. و از خدا همیشه بهش موفقیت میخوایم
و در این زمان از وقتی که به خواندن شروع کردم و میشناسم اشتهاره بسیار یک دوست خوب است. برای من رقم یک برادر است. بله. چنانچه مریم جان شما یک خاطره خوش از احمد ولی دارین؟ عروسی پسرتان بود، چطور قصه میکنین برشنونده؟ عروسی پسرم بود، کدام ساز زنده نبود عروسی. من تلفن کردم برای احمد ولی جان، خواهش کردم برای من کست آساب رو روان کنه. من بهش تلفن کردم، گفت خب عروسی ساز نیست. گفتم نه، مهربانی که یک کست روان کن. گفت بسیار خوب. یک چند دقیقه بعدش برام تلفن کرد، گفت من یک کنسرت داشتم، او را به تعویق انداختم و میایم به عروسی بچه و مهربانی کرد، آمد به عروسی ناده شرکت کرد و عروسی را بر ما با شکوتر ساخت. بله بله. راستی هیچ وقت فراموش نمیکنم. دل که قدر یزید سان با وفادانست، دل که قدر یزید سان با وفادانست، چگونه صحبت بی گانگان روادانست، چگونه صحبت بی گانگان روادانست، دل که قدر یزید سان با وفادانست، چگونه صحبت بی گانگان روادانست، چگونه صحبت بی گانگان روادانست. خب شنوندای عزیز، حامد نوید شاعر، نویسنده و نقاش معروف افغانستان روی خط هستند از ویرجینیای امریکا. آقای نوید سلام علیکم، به برنامه ما خوش آمده. سلام به شما، چطور هستین؟ خوب شکر. زنده باشین، تشکر. آقای نویدی برنامه را اختصاص دادیم به احمد ولی. شما که از نزدیکای احمد ولی و جمله علاقمندای آوازش هستین، برای ما راجع به احمد ولی چی میگن در برنامه؟ بله میخوام. احمد ولی جان ما از مدت ها میشناسیم، از دورانی که مکتب حبیبیه بودیم. بله. و من یکی از علاقمندای آوازش هستم، مثل کسای دیگه که دوست دارن صدای بسیار مقبول و پرتأثیری شد. و از وقتی که احمد ولی جان به امریکا آمدن همیشه همکاری های زیاد داشتیم. بله. و خودشون بسیار لطف دارن و در کنسرت هایی که در ویرجینیا میگیرن همیشه میخواه که من چند کلمه در مورد هنرش گپ بزنم و این مهربانی نیست که میکنم. بله. در ضمن باز آهنگایی که می داشته باشه و میریم و میشینیم، باز که زارت البگی هم شروع میکنن که من برش تصنیف بسازم و بسیار دقت میکنن، مثل که پیشتر آقای اسدالله عبید گفتن که همون آهنگ و کلمات با هم بخوانم و من برش بسیار کوشش میکنم که همون اول خواه همون تاثیر عمومی همون آهنگ آدم جذب بکنه، در گوش آدم بشینه، همون مود عمومیشه. باز از اون نظر به او ببینیم که مثلا کدام مسئله هست یا آهنگ و کدام نوع تصنیف درش خوب است. کار آخری که ما و احمد ولی جان کردیم در با همین کنسرتی بود که برای آغاز بهار داشت. بله. و یک شعر بود از من امور بسیار مقبول به یک آهنگ خودش انداختن که مثلا یکی از آهنگای قدیم استاد قاسم خان است. او شعر از خیز تا باز بهار دگر آغاز کنیم، در به این سینه افروخته را باز کنیم، مطرب عشق بزن نغمه آزادی را تا بچه زر صفت رقص و حساس کنیم، خیز تا باز چو مرغان دگر در افلاک مشق پرواز و جولانگه شهباز کنیم. واقعا بسیار مقبول یعنی آهنگ و شعر با هم آموزش پیدا کردن، مچ کردن به گفته امریکایا و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. امید است که به زودی بشنویم یا آهنگ.
تشکر آقای نوید، لطف کردن که به صبح وقت فکر میکنم ساعت تقریبا 5 صبح به ورجینیاست به برنامه ما سهم گرفتن.